آی خورشید، بله قربان، بله مولای من. گفت امامت که؟ گفت شما. گفت خدا گفته کی بر تو ولا داشته باشه؟ گفت شما را خدا گفته از بنده منی. گفت من بهت میگم برگرد واسه اینجا وقت نماز عصر بخونم و بعد برو. گفت چشم مولای من. خورشید و برگردوند و ورد نگرداش اونجایی که وقت نماز عصر است. نماز و خون فرمود حالا میخوای بری برو. جان نفهم، جمع کن بخچتو. امام جواد داشتن میرفتن، یه جوانی گفت آقا به خدا من خیلی فقیرم، ندارم فرصت هم ندارم طلب. حضرت داشتن کنار یه باغ زیتون رد میشدن، فرمودن چقدر میخوای؟ گفت آقا هر چی بیشتر. حضرت دستشون همینجوری به درخت میزدن، برگای درخت زیتون طلا و نقره میشید میریخت تو دامن این شخص. برگای درخت با یه اشاره حضرت انقدر ریخت که آقا بس دیگه زیادم هست. بابا امیرالمومنین چرا میگن حیدر؟ بچه بود، تو قنداق بود، یه ماری اومده بود یه اظهار وجودی بکنه کنار قنداقه علی. آقا این قنداقه رو بند و پاره کرد، ما رو گرفت از هم درید. از اونجا مادرش نامش را گذاشت حیدر. وقتی هم که رجز میخون میگفت انا الذی سمتنی امی حیدره. چشم همه ماها رو باز کرد. حضرت رو انداختن توی قفس شیران که شیران حضرت رو بدرند و اذیت کنن. حضرت وایساد به نماز خوندن، اینها پوزه به خاک میکشیدن، کنار حضرت مینشستن، درد دل میکردن. با شمشیر زد تو سنگ، سنگ از وسط دو نیم شد. آمد و از سر عبور کرد، اونقدر سریع از لنگ پاش اومد بیرون که درد و علم و عبور حس نکرد. گفت یا علی پریدی بالا پریدی پایین، زردی چیکار کردی؟ همون یه تکون به خودت بده حالت میشه چی کارت کردم. تکون که داد نصفش از این ور نصفش از اون ور افتاد. خب یعنی من مجموعه ای از جانوران و یه جا اینجور دوره هم تا حالا ندیده بودم.